سلام، وقت بخیر. امیدوارم که هر جا باشین حال دلتون خوب و خوش باشه. میخوایم در مورد یه چیزی صحبت کنیم که در وجود همه شما هست ولی ازش استفاده نمی کنیم. حالا اون چیه؟ اون دستای شماست. داخل دستای شما یک انرژی هست، یک میدان مغناطیسی هست، یک قدرتی هست که هیچ کس ازش استفاده نمیکنه مگر کسایی که ازش خبر دارن. بله، اون چیه؟ انرژی درمانی با دست در وجود همه شما هست. میتونین سردردتون رو خوب کنین، حال دلتون رو خوش کنین. هر موقع که سردردتون شروع شد، 1 ساعت 2 ساعت، فقط تنها کاری که میخوای بکنی، نه احتیاجی به دارو هست، نه احتیاجی به هیچی نیست، فقط دستاتو بذار رو سرت، فشار بده، حس کن، چشاتو ببند، ببین این سردردت کجاست. سرتو ماساژ بده، جلو، پشت سر، بغل سر، پایین، بالا، بگرد و سردردتو پیدا کن با دستات. بعدش جا به جا میشه این سردرد شما. بعد از 1-2 دقیقه 5 دقیقه این سردرد محو میشه، دیگه اثری ازش نمیمونه. برای کسایی که سردرد دارن میتونن سردرداشون رو خوب کنن. حتی شاید نمیدونم مریضی دیگه داشته باشه، این از تو سر میره. شاید 1 ماه، شاید 3 سال دیگه این سردرده بر نگرده. سرتو ماساژ بده، فشار بده، حس کن، جا به جا میشه این سردرد و سلام، نامه تمام. نمیخواد پول بدی، نمیخواد کاری به غیر از این انجام بدی، نمیخواد با کسی مشورت کنی. هر چی که دارو میخوای تو بدن خودت هست. از دارو استفاده نکن دوست عزیز. امیدوارم که همیشه خوب و خوش باشین. پیج منو لایک کنین، داشته باشین. یه سری اطلاعاتی دارم در مورد خیلی چیزا، مریضی ها. سعی کنین گهگاهی سر بزنین و مطالبی که میگم رو خوب گوش کنین. دستاتون رو به هم بمالونین و سراتون رو خوب کنین. نه پولی بدین، نه جایی برین. خوش و خورم باشید، شاد و شادکام باشید. دوستتون دارم. امتحان کنید، فراموش نکنید. این 5 دقیقه رو هیچ وقت فراموش نکنید. خداحافظ همگی.